به کانال من خوش اومدید. من فرشته هستم و بدون اینکه وکیل بگیرم تونستم ویزای نامزدی امریکا و در ادامه گرین کارتمو بگیرم و در حال حاضر ساکن امریکا هستم. بعد فکر کردم که بهتر از این طریق اطلاعاتم رو با کسایی که میخوان ویزای نامزدی بگیرن و بیان امریکا به اشتراک بذارم تا اونا هم بتونن به راحتی فرمای خودشون رو اپلای کنن و مجبور نشن مبالغ خیلی زیادی بابت وکیل پرداخت بکنن. فرمی که امروز میخوایم بررسی کنیم فرم I-485 هست. مهمترین فرمی که در واقع شما به امریکا میرسید اپلای میکنید. این فرم برای اپلای گرین کارت استفاده میشه برای کیس های مختلف، یعنی هر کس با هر ویزایی با هر چیزی غیر از اینکه گرین کارت داشته باشه وارد امریکا بشه، برای اینکه گرین کارت بگیره باید این فرم رو اپلای کنه، ویزای نامزدی، پناهجویی یا هر چیز دیگه ای. اینه که این فرم یه فرم عمومی هستش. شما با سرچ کردن تو گوگل میتونید فرم رو از سایت uscis.gov دانلود کنید و اونجا که مراجعه کنید میبینید که لینک های مختلفی هست. دستورالعمل پر کردن این فرم حتی هست به زبان انگلیسی. اینکه فرم رو باید به کجا بفرستید، یعنی به چه آدرسی بفرستید، چقدر هزینه بابتش پرداخت کنید، چک رو چطور باید بنویسید، همه اینا اونجا هستش. با این حال من لینکش رو تو کپشن میذارم که به راحتی بهش دسترسی داشته باشید. و حالا توصیه میکنم که بریم یه نوشیدنی خیلی خوشمزه برای خودمون درست بکنیم، چون این یه ویدیو نسبتاً طولانیه. این فرم 8 پارت داره که قراره همه جزئیاتش رو با هم دیگه بررسی کنیم و ممکنه وقت زیادی ازمون بگیره. منم برم نوشیدنی خودمون بیارم. خب من برای خودم گلگاو زبون درست کردم. بچه میدونید گلگاو زبون ها وقتی عصبی هستید نباید بخورید، برخلاف تصور خیلیا که فکر میکنن یه نفر وقتی ناراحته باید گلگاو زبون بخوره، تو اون لحظه نباید بخورید چون حال شما رو بدتر میکنه، ضربان قلبتون بیشتر میبره بالا. به خاطر همین در موقع‌های دیگه اگه به طور مرتب جزو نوشیدنیایی باشی که میخوری، تو اون موقع به شما کمک میکنه. خب صفحه اول این فرم بازم تاکید میکنم که حتما به تاریخ فرما که صفحه اول بالا سمت راست قید شده توجه کنید که تاریخ معتبر باشه و اکسپایر نشده باشه. اگه تاریخ این فرم اکسپایر شده باشه مدارک شما رو برگشت میزنن. بخش بالای فرم که مربوط به آفیسری هستش که پرونده شما رو بررسی میکنه و اونا باید بنویسن و میریم سراغ پارت 1 که در واقع information about you، در واقع شمایی که با ویزای نامزدی وارد امریکا شدید. اینجا نام و نام خانوادگی قانونی شما رو میخواد که به صورت کامل وارد میکنید. بعد 2 تا باکس گذاشتن برای اینکه اگر اسامی مستعار دیگه ای دارید هم اینجا بنویسید که اینا هم اگه داشته باشید باید بنویسید. یه چیزی قبل از اون بالا نوشته که آنامبر، خب که یعنی اگه آنامبر دارید آنامبرتون رو اینجا بنویسید. آنامبر رو بچه ها میدونید از کجا میتونید پیدا کنید؟ توی I-797 نوتیس آف اکشنی که بابت اپرووال I-129 افتون دریافت کردید، توی یکی اون باکس های بالای رقمی هستش که با عدد بزرگ A انگلیسی شروع میشه. اون آنامبر شما هستش. هر جا لازم شد میتونید اینو بنویسید. راستش من خودم ننوشتم، اصلا اون موقع نمیدونستم که اون آنامبر اونجاست و هیچ مشکلی هم برای کیسم پیش نیامد. اصلا بابت این من هیچ نوتیسی دریافت نکردم. و اینکه اگر دستی پر میکنید حتما با خودکار مشکی باید این فرما رو پر بکنید. بعد در ادامه تو همین صفحه 1 این بخش اسمتون رو که پر کردید، این پایین به شما میگه که دوباره information about you، تاریخ تولدتون، جنسیتتون، شهر و کشور محل تولدتون رو باید بنویسید و این صفحه 1 تموم میشه. در صفحه 2 که ادامه همین اطلاعات هستش، ملیتتون رو از شما میخواد، دوباره آنامبرتون رو میخواد و نوشته if any، یعنی اگه دارید بنویسید. میگم من این ننوشتم، هیچ مشکلی هم پیش نیامد. بعد میگه USCIS Online Account Number، اینم نوشته if any، یعنی اگه دارید.
من اون موقع نداشتم، اصلا هنوز اکانت باز نکرده بودم. اینی که اصلا آنلاین اکانت نامبر نداشتم که اینجا بنویسم و ننوشتم و مشکلی هم پیش نیومد. بعد آدرس پستی در امریکا ازتون میخواد. در واقع باید محل زندگیتون رو بنویسید دیگه، میلینگ ادرس. البته میتونید چیز دیگه هم بنویسید خب، ولی بهتره که محل زندگی خودتون در امریکا باشه، چون اینا برای این میخوان که نامه هایی که برای شما پست میکنن رو به چه آدرسی باید بفرستن. و بعد گفته که اگر آدرس جایگزین دیگه ای داشتید که مثلا براتون سیف تره اینای وقت، اونم میتونید این پایین اضافه کنید. حالا اگه دارید و یه همچین شرایطی دارید خب اضافه کنید. بعد شماره سوشال سکیوریتی رو ازتون میخواد. من این نکته رو بگم، سوشال سکیوریتی شما اینو بگم که ربطی به ازدواج شما حتی نداره. شما وقتی وارد امریکا میشید میتونید برید به یکی از ادارات سوشال سکیوریتی که با سرچ کردن تو گوگل میتونید نزدیکترینش رو به خودتون پیدا کنید، اونجا برید و درخواست سوشال سکیوریتی نامبر بدید، براتون ثبت میکنن و بعد پست میشه به آدرستون. بهتره که این کارو بکنید و اینو بگیرید. راستش ماها که با ویزای نامزدی اول میایم امریکا خیلی طول میکشه تا بتونیم از این چیزایی استفاده کنیم یا یه سری کارهایی انجام بدیم. در ابتدا گرفتن این سوشال سکیوریتی نامبر بهتون بگم که کاری باهاش برای ما انجام نمیدن، ولی اگر اینو نداشته باشیم کلا هیچ کاری برامون انجام نمیدن. اینه که گرفتنش از نگرفتنش بهتره. در همون ابتدا من خودم گرفتم، همون هفته اولی که اومدم درخواست دادم و سوشال سکیوریتی نامبرم رو گرفتم، داشتم و نوشتم اینجا. بعدم اگر نداشته باشید آیتم بعدی این هستش که میخوای با این فرم درخواست بدی که سوشال سکیوریتی نامبر برات صادر بشه، که خب اگر نداشته باشید میزنید یس و ازتون اجازه میخواد که از اطلاعات این فرم تو آیتم بعدی برای صدور سوشال سکیوریتی نامبر شما استفاده بکنه که اونم باید بزنید یس. اینجوری معمولا سوشال سکیوریتی نامبرتون میره نزدیک های گرین کارتتون میاد. ممکنه زودتر هم بیاد ولی معمولا این اتفاق میفته. خیلی یه چیزی هم بهتون بگم، خیلی کارهای اداره مهاجرت امریکا حساب کتاب نداره. فکر نکنید که اینا مثلا یه پروتکل خیلی مشخصی دارن که این کار رو انجام میدن. واقعا کسایی که اونجا نشستن ممکنه اونا هم خودشون خیلی چیزا رو ندونن یا یه اشتباهایی بکنن، چون برای خیلی از دوستان دیدم پیش اومده. دیدم اینه که خیلی فکر نکنید با یه سری افراد نابغه و خیلی باهوشی طرف هستید. خب حالا در ادامه از شما میگه recent immigration history، یعنی میگه آخرین اطلاعات مثلا سابقه مهاجرتی تو بده. پاسپورت نامبرتون رو ازتون میخواد، اینکه تا کی اعتبار داره، از چه کشوری صادر شده، non-immigrant visa number from this passport. خب یعنی ویزایی که شما براتون مهر شده توی این پاسپورتی که شمارش رو الان اینجا نوشتید، یه دونه ویزا non-immigrant visa number داره که یه عدد 2 4 6 8 10 12 14 رقمیه که اولش با سالی که ویزاتون رو گرفتید شروع میشه. من مثلا سال 2023 گرفته بودم، این با عدد 2023 شروع شده. اینو که اونجا ویزاتون رو ببینید حتما این عدد رو پیدا میکنید، اینو اینجا بنویسید و شهری که ازش وارد امریکا شدید، ایالتتون و تاریخ آخرین ورودتون رو ازتون میخوادش. بریم برای صفحه 3. صفحه 3 هنوز information about you ادامه داره. خب ازتون میپرسه که وقتی که به امریکا رسیدید، در واقع وارد امریکا شدید، چه شرایطی داشتید. ببینید اینجا 4 تا موقعیت هست که مورد 25 دی آدر در واقع به کسایی که ویزای نامزدی دارن مربوط میشه. شما اینو تیک میزنید و زیرش مینویسید که با ویزای کیوان که خودتون میدونید وارد امریکا شدید. موارد قبلیش اصلا به کیس ما مربوط نمیشه. واسه کسایی هستش که مثلا از طریق پناهجویی یا ویزای کار موقت یا هر چیز دیگه غیر از نامزدی
وارد شدن. برای نامزدی شما باید 25 دی رو علامت بزنید و بنویسید که با ویزای نامزدی وارد امریکا شدید. بعد اطلاعات فرم آی 94 شما رو میخواد. فرم آی 94 رو هم با سرچ کردن تو گوگل میتونید پیدا کنید. وقتی که میزنید فرم آی 94 یه لینکی براتون میاد، همون اول اون لینک رو باز کنید، اطلاعات خودتون رو وارد کنید، هر اطلاعاتی که ازتون میخواد. بعد یه فرم براتون نمایش داده میشه که تاریخ اولین ورودتون به امریکا هست، اعتبار ویزاتون و نوع ویزاتون اینا هستش. اینجا هم اطلاعات مربوط به اون فرم رو وارد میکنید و دوباره ازتون میخواد اسمی رو که دقیقاً روی این فرم آی 94 هستش اینجا بنویسید که خب اسم خودتون هستش. خب پارت 1 اینجا تموم میشه، میریم سراغ پارت 2. میگه application type or filling category. خب این هم یه قسمت خیلی مهمیه، میگه که شما توی چه کاتگوری قرار میگیری، این گرین کارتی که میخوای به چه کاتگوری مربوط میشه، که اینجا موارد مختلفی هستش مثل family base, employment base, special immigrant, اصلی or refugee, human trafficking victim. خب که خب همینجور که حتما خیلیاتون میدونید ویزای نامزدی فامیلی بیس هستش دیگه، شما با یه نفر ازدواج کردید و اومدید امریکا. و شماره در واقع باکس سوم که میگه شخصی که با از طریق نامزدی وارد امریکا شده و از طریق فرم آی 129F و ویزای کیوان یا K2. 4 ادامه پارت 2 هست که گفتم ما اونجا چون فامیلی بیس رو انتخاب کردیم به موارد دیگه هیچ کاری نداریم و همه اینا رو رها میکنیم و میایم سراغ پارت 3 که دوباره اطلاعات بیشتری از ما میخواد. میپرسه که تا حالا مثلا قبل از این برای گرفتن گرین کارت امریکا همین پرمننت رزیدنت اپلای کردید یا نه، که خب من نکرده بودم زدم نو، اگه کسی کرده که خب باید بزنه یس. وقتی یس میزنید در ادامه اطلاعات دیگه ازتون میخواد که از چه شهری اقدام کردید، از چه کشوری، نتیجه اون کیستون چی شده، چه تاریخی بوده، اینا. سوابق آدرسی ما رو ازمون میخوادش و اولی که آدرس فعلی هستش، فیزیکال ادرس، کارنت ادرس یعنی آدرس فعلی که توش زندگی میکنید، که خب من آدرس خودم در امریکا رو زدم. بعد نوشته که فیزیکال ادرس 2 اگر کسی آدرس دیگه ای داره، چون آدرساتون رو طی 5 سال گذشته باید بنویسید. و بعدش ازتون آدرستون رو در کشور محل زندگیتون میخواد. مثلا ما که از ایران اومدیم آدرسی رو که تو ایران داریم اینجا باید وارد بکنیم و بنویسیم که از کی تا کی مثلا اونجا زندگی میکردیم. بعد از این سابقه employment history هستش، سوابق کاریتون رو ازتون میخواد که در 5 سال گذشته. یه چیزی رو حتما حواستون باشه بچه‌ها، اینا رو شما قبلا تو آی 129F پر کردید و اینا سوابق شما رو یه بار اونجا تو سیستم دارن. همون چیزایی رو باید بنویسید الان که اونجا نوشتید. خب یهو مخصوصا تو سابقه کاری که براشون مهمه اینو حواستون باشه. حالا اگر چیزی از دیتای عمومیتون تغییر کرده که اون رو هم اعمال میکنید، اگه نه یادتون باشه که اون دیتا رو اینا دارن و چیزی خلاف اون ننویسید. که دوباره ادامه اطلاعات از ما میخواد، باکس گذاشتن برای این که مثلا اگه جاهای دیگه ای کار کردید اینو پر کنید. و میرسیم به پارت 4، اطلاعات راجع به والدین ازتون میخوان دیگه، در حد نام خانوادگی، تاریخ تولد، شهر و محل تولد، جنسیت. information about your marital history، سابقه در واقع تأهل یا ازدواج شما رو میخوان. ازتون میپرسه که وضعیت تأهل فعلیتون چیه، که شما باید بزنید مرید هستید چون دیگه ازدواج کردید دیگه. بعد میپرسه که اگر کسی که باهاش ازدواج کردید عضو در واقع ارتش یا چیز نظامی امریکا هستش، اون رو اینجا اعلام کنید چون برای اون شرایط ویژه‌ای دارن که خب منم همسرم نبوده و نو زدم اینجا.
و ازتون بعد میپرسه که چند بار ازدواج کردید تا حالا، که اینم که خب هر کس اطلاعات مربوط خودش رو میزنه و بعدش هم اطلاعات همسر فعلی رو ازتون میخواد. اینجا هم نام خانوادگی آنامبر میخواد اگه کسی داره. آنامبر برای کسایی که سیتیزن شدن توی برگه نچرالیزیشنشون هستش، اگه خواستید میتونید بنویسید، با این حال اگه ننویسیدم مشکلی پیش نمیاد. تاریخ تولد، تاریخ ازدواجتون رو میخواد و محل تولد همسرتون، محلی رو که در حال حاضر زندگی میکنه اون رو بنویسید و ازتون در شماره 10 صفحه 7 میپرسه که همسرتون هم همراه شما داره اپلای میکنه برای گرین کارت، که خب کسایی که با ویزای نامزدی میان، چون همسرشون باید حتما سیتیزن باشه تا بتونه برای اونو درخواست این ویزا رو بده، قطعا اینجا جوابشون نو هستش. 8 ادامه اینفورمیشن about you هست، راجع به اینکه اگه فرزندی دارید اطلاعاتش رو اینجا باید وارد بکنید. من نداشتم و چیزی ننوشتم. بعد پارت 7 بیوگرافیک اینفورمیشن میخواد، یعنی اطلاعات نسبتا ظاهری شما. یکی این که میپرسه که نژادتون چی هست، که اینجا فقط 2 تا هست، این که شما لاتین تبار هستید یا نه، یا اینکه نیستید، که خب ما نیستیم. بعد ما نژادمون توی این اطلاعات بچه‌ها وایت حساب میشه، خب چون اینا هیچ چیزی اینجاها راجع به میدل ایست یا نمیدونم اینجور چیزا نداره، به خاطر همین ما تو دسته وایت قرار میگیریم اینجا. قد و وزن و رنگ ابرو، رنگ مو، اینا رو میپرسه و میاد به پارت 8 که اینجا ازتون میپرسه که تا حالا عضو هیچ دسته، گروه، فلانی عالم، پارتی، کلاب، سوسایتی، هر چیزی که به مسائل در واقع نظامی مربوط باشه بودید یا نه. خب من نبودم زدم نو. اگه باشید که خب در ادامه باید بگید که به چه سازمانهایی وابستگی داشتید و چقدر تونها بودید، از چه تاریخی، اونا در چه کشورهایی بودن و مسائلی از این دست. 8 ادامهش چند صفحه طولانیه که سوابق مثلا جنایی و نمیدونم این چیزا، اگر کسی سیاسی، جنایی، زندان اگر رفته باشه، حالا یه عالمه چیز دیدید که تو این فرما هستش نوشته، که خب هر کدوم شما بنویسید باید جزئیات اون رو ارائه بدید. اگه واقعا کسی یه مشکلی داره خب بهتره که اینجا عنوان کنه و مدارکش رو ارائه بده. اگه نه که خب همه رو نو میزنید و میریم سراغ قسمت های دیگه. حالا من از این فرصت استفاده کنم یه سری اطلاعات دیگه بهتون بدم، دمنوشم هم یکم بخورم تا بریم سراغ ادامه فرم. شما پیوست این فرم باید یه فرم اسپانسری هم پر کنید، مثل همون فرمی که برای ویزای نامزدیتون پر کردید. و یادتون باشه تو همه این فرم های اسپانسری همسر شما اسپانسر اصلی شما هستن، حتی اگر شرایط مالیشون به اون اندازه‌ای که در واقع اداره مهاجرت میخواد، اون خط فقری که اعلام میکنن بر اساس اون سال نباشه. شما در این شرایط خب باید یه اسپانسر جوینت اسپانسر معرفی کنید. اینکه همسر شما فرمو پر میکنه، مدارک مالیاتیش رو هم میذاره، اسپانسر بعدی به عنوان جوینت اسپانسر معرفی میشه، اونم فرمو پر میکنه و اطلاعات مالیاتی و ایناش رو هم مدارکش رو پیوست میکنه و میفرسته. این پس اینو یادتون باشه که این فرم یه فرم پیوست دیگه هم داره و یه سری مدارک دیگه که همراه این فرم باید بفرستید. من مدارک رو لیست میکنم تو کپشن براتون، مثل ترجمه شناسنامتون، عکس پرسونلی، چکی که باید پرداخت بکنید مبلغش چقدر باشه و به کجا بره. راجع به فرستادن ترجمه شناسنامه هم یه نکته رو بهتون بگم. خیلی ها میپرسن کپی بفرستم، اصل ترجمه رو بفرستم؟ من الان یه دونه ترجمه آوردم، حالا اگه اینو بفرستم که ندارم، نمیدونم اینا. ببینید اینا همش بستگی به این آفیسری داره که پرونده شما رو باز میکنه. دستورالعملی که خودشون دارن میگن ترجمه اصلی رو بفرستید.
کپیشو مثلا قبول ندارن، ولی یه ممکنه آفیسر، یعنی خیلی مواردی بوده بچه‌ها اقدام کردن و کپی فرستادن، مشکلی هم پیش نیومده. من خودم حالا یه دونه آورده بودم، ریسک نکردم، اونو فرستادم و در واقع کارم انجام شد. صفحه 11 دوباره ادامه همون سوابق هستش، دوباره نو همه اینا رو میزنیم، دوباره ادامه پارت 8 همون سوابق، صفحه 12 هم شامل ایناست، همه رو نو میزنیم میریم جلو. صفحه 13 هم دوباره یه بخش زیادیش به این مربوطه، دوباره نوها رو میزنیم تا میرسیم به یه قسمتی به اسم پابلیک شارژ. اینجا میدونید منظورش چیه؟ اینجا میگه که یعنی شما کمک دولتی دریافت میکنید از جایی تحت هر عنوانی یا نه، که خب من دریافت نمیکنم، زدم نو. اگه بزنید یس، حالا باید آیتمای بعدی رو پر بکنید که یعنی در واقع تعداد خانوار شما چقدر هستش، درآمد سالیانتون چقدر هست، نمیدونم همه این مواردی رو که بعداً خواسته. معمولا بچه‌هایی که میان با ویزای نامزدی هنوز اصلا واجد شرایط نیستن که اینجور چیزا بخوام پر بکنن و اینا. خب صفحه 14 هم به همین پابلیک شارژ مربوط میشه، اینم هیچ اطلاعاتی ما لازم نیستش وارد بکنیم. صفحه 15 دوباره ادامه پارت 8 هستش، یه سری سوالای دیگه راجع به فعالیت‌های غیر قانونی و مهاجرت غیر قانونی و اینا هستش، دوباره همه اینا رو باید نو بزنیم. صفحه 16 هم ادامه بخشش ادامه پارت 8، دوباره نو میزنیم و میرسیم به پارت 9 که اینجا ازتون میپرسه که مثلا شما دیسابیلیتی دارید یا نه، یعنی یه ناتوانی داشتید که تو پر کردن این فرم کسی بهتون کمک بکنه، که خب من زدم نو. اگه کسی داره یس باشه، هر مشکلی داشته باشه، مثلا نابینا باشه، ناشنوا باشه، کسی دیگه ای کمکش کرده باشه این فرم رو بزنه، باید یس رو بزنه و بعد هم انتخاب کنه یا بگه که مشکلش چی هستش. و پارت 10 هم ازتون میپرسه که مثلا شما خودتون این فرم رو پر کردید یا کس دیگه ای براتون ترجمه کرده پر کردید، که اگه خودتون پر کرده باشید applicant's statement شماره 1A اینو انتخاب میکنید که میگه من خودم این فرم رو به انگلیسی خوندم و فهمیدم و سوالها رو طبق دستورالعمل خودم همه رو بهشون جواب دادم. شماره 1 میزنید. اگه موارد دیگه ای بوده مترجم داشتید یا از کسی دیگه ای خواستید که این کار براتون انجام بده، خب شماره بعدی رو باید بزنید. بعدم از شما اطلاعات تماسیتون رو خواسته، شماره تلفن، آدرس ایمیل. پارت 10 هم دوباره یه اطلاعاتی هستش راجع به همین مترجم و اینا که خب وقتی اونا رو جواب ندادیم اصلا کاری به این نداریم، بیشتر یه توضیحاتیه راجع به این موضوع. و در نهایت از شما اپلیکانت، یعنی شما که درخواست کننده هستید، امضا باید بکنید و تاریخ بزنید. بچه‌ها فرمایی که برای USCIS میفرستید تمام فرما یه جای امضا دارن که مربوط به شخص درخواست کننده هستش. حتما اینو چک کنید که امضا رو زده باشید، چون اگه امضا نزنید فرم شما فاقد اعتباره و برگشت میخوره. فرم بخش 11 ازتون میخواد که اگه مترجم داشتید اطلاعاتش رو وارد بکنید اینجا، اسمش رو، آدرسش رو و اطلاعات تماسش رو وارد کنید. فرم اینجا تموم میشه. 17 صفحه فرم هستش که شما باید پر کنید، نوشته 17 از 20. 3 صفحه براتون بخش additional information، یعنی اینکه اگه اونجاها جا کم آوردید یا چیزی بنویسید میتونید از اون 3 صفحه استفاده بکنید. شماره پارت و شماره آیتم رو باید بنویسید و زیرش توضیحاتی رو که در واقع اونجا جا نشده اونجا بنویسید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. هر سوالی یا هر ابهامی اگر داشتید برام کامنت بذارید، کامنت ها رو حتما میبینم و جواب میدم. یک گروه تلگرامی هم هستش که
مخصوص کسایی هستش که با ویزای نامزدی وارد امریکا شدن و پروسه اداری کاراشون رو اینجا دنبال میکنن. این در واقع گروه تلگرامی رو من خودم وقتی اومدم اینجا باز کردم، چون خیلی دنبال همچین گروهی گشتم و پیدا نکردم. همه گروه ها به مرحله ویزا مربوط می شدن، بعدش هیچی نبود. من گروه رو زدم و خوشبختانه الان بیش از 200 عضو داره این گروه و خیلی بچه ها با مهربونی به همدیگه کمک میکنن. مرسی که ویدیوی منو دیدید و اطلاعاتتون رو از من بگیرید و خوشحال میشم اگر لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و به کسایی که میخوان ویزای نامزدی بگیرن حتما این کانال رو معرفی کنید. براتون شب و روز خوشی آرزو دارم و منتظر ویدیوی فرمای بعدی باشید.